سلام خدمت همه شما عزیزان. این انقدر تو دل من داشت سنگینی میکرد که نتونستم نگم، راجبش حرف نزنم. گفتم که یه ویدیو خیلی کوتاه براتون بگیرم و این موضوع رو راجبش صحبت بکنیم، چون فکر کنم خیلی مهمه. میخوام راجب هالووین صحبت بکنم و اینکه نظر شخصی من راجب هالووین چی هستش و اینکه من از کتاب مقدس خودم شخصا چی یاد گرفتم. خیلی بچه ها اومدن ازم پرسیدن که ما باید مثلا تو هالووین شرکت بکنیم نکنیم. اینو من درک میکنم که مخصوصا برای اون عزیزانی که بچه های کوچیک دارن که این یه کالچره، توی مدرسه لباس کاستوم تنشون میکنن و اینو تشویق میکنن توی مدرسه که مثلا حالا شما بیاین لباس بپوشین، بعد برین برای تریک و تریتینگ که در خونه ها میرین و میزنین و که شکلات میگیرین برای بچه هاتون. ولی عزیزان، به عنوان فرزندان نور ما نباید توی این در حقیقت سرمونی نقشی داشته باشیم یا پارتیسیپیت بکنیم یا حتی شرکت بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه داشتم اتفاقا چند وقت پیش یه آیه رو میخوندم که فکر کنم برای این موضوع خیلی خوب باشه. میخوام امروزم براتون این رو بخونم. افسوسیان 5:11 در کارهای بی ثمر تاریکی سهیم نشوید، بلکه آنها را افشا کنید. در کارهای بی ثمر تاریکی سهیم نشید. و یه جای دیگه کتاب مقدس میگه که هر آنچه که میکنید، چه میخورید چه میآشامید، برای جلال نام خدا باشه. از خودمون بپرسیم آیا این کاری که داریم میکنیم خدا رو جلال میده؟ داریم بچه های خودمون رو میبریم توی خونه هایی که قبر و اسکلت و از این دلغک های ترسناک و یعنی چیز خوبی توی این اصلا وجود نداره. هرچی که هست از تاریکی و از دیو و دیمن و چیزای وحشتناک هستش که میذارن. آیا من میخوام واقعا بچه من اکسپوز بشه به یه همچین چیزایی؟ حتی کسایی که مسیحی نیستن، بچه هاشون شبا میرن کابوس میبینن، با جیغ از خواب بیدار میشن، به خاطر اون حاضر نیستن بچه هاشون رو توی این مسائل ببرن. و ماها که مسیحی هستیم، فرزندان خدا هستیم، فرزندان نور هستیم، چرا میایم بچه هامون رو میبریم توی این سرمونی ها شرکت میدیم؟ حالا از همه اینا که بگذریم، داشتم یه ویدیو نگاه میکردم از کسی که خودش لیدر شیطان پرستا بوده و مسیح ملاقاتش میکنه، مسیحی میشه و داشت اسرار کارهایی رو که میکردن فاش میکرد. میگفت من خودم توی روز هالووین ازدواج کردم. چرا؟ چون داشتم نگاه میکردم تو کل سال چه روزیه که از همه ایول تره، از همه دارک تره، از همه تاریک تره و توی اون روز میخواستم ازدواج بکنم که جلال رو بدم به شیطان و اون هالووین رو انتخاب کردم. چرا؟ چون تمام ورلاک میشه جادوگرای مرد و ویچ ها که جادوگرای زن هستن، توی این روز میان روی اون شکلات ها طلسم میذارن. ما میریم در این خونه ها رو میزنیم، بچه هامون رو میبریم، با اجازه خودمون این شکلات ها رو میگیریم و میدیم بچه هامون بخورن. ماهایی که برای غذاهامون دعای برکت میکنیم، از خداوند برکت و بلسینگ میخوایم قبل از اینکه غذا بخوریم، چطوری حاضر میشیم این شکلاتایی رو که روش طلسمش گذاشته شده بریم بچه های ما بردارن و بخورن؟ فقط شکلات و کاستوم پوشیدن نیست، خیلی فراتر از اینه و ما داریم پارتیک میکنیم، یعنی ما داریم سهیم میشیم در این جشن، در این چه میدونم سلبریت کردن ارواح تاریکی. و یا واقعا خودمون بشینیم از خودمون بپرسیم و اگه حتی سوال داریم، اگه برامون مسئله به وجود میاد تو ذهنمون، بریم از خود روح القدس بپرسیم، کلام خدا رو باز بکنیم در دعا، بخوایم که خود روح القدس برای ما این اسرار رو باز بکنه، برای ما مکاشفه بکنه که آیا من به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک فرزند خدا این کار رو بکنم یا نکنم. ما سفیران خدا بر روی این زمین هستیم. کسایی که مسیحی نیستن ما رو نگاه میکنن و جلال رو به نام خدایی میدن که ما داریم میپرستیم. پس ما باید مواظب رفتارمون، مواظب کارهایی که میکنیم خیلی باشیم، جدای از این که نمیخوایم هیچ دری رو برای شیطان باز بکنیم. باید مواظب باشیم. کانسیکوئنس، اون اشعه کارهایی که ما میکنیم خیلی فراتر از خودمون و خانواده‌مون شاید بره.
ببخشید که پرحرفی کردم. خیلی خوشحال میشم اگه سوالی دارین راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم، چون خیلی موضوع جدی هستش و برای همتون در دعا هستم و تشویقتون میکنم که امشب برای مامان باباهایی که بچه های کوچیک دارن، برای نسل آینده، برای بچه ها دعا بکنیم، برای اینکه واقعا این دست شیطانه که داره این کارو میکنه، داره انگشتش رو روی نسل آینده ما میذاره. پس به عنوان مسیحیان ما میتونیم دعا بکنیم و کانتر بکنیم اون اتک رو، بر علیه اون اتک بریم جلو. پس تشویقتون میکنم که امشب به طور خاص دعا بکنین برای جوانامون، برای بچه هامون، برای مادر پدرامون که با حکمت، مخصوصا مامان باباهای مسیحی که الگو باشن برای مامان باباهای دیگه، نشون بدن که با روش‌های دیگه به غیر از رفتن و جوین شدن به این مراسم میشه با شکلات بچه هامون رو خوشحال بکنیم. حتما نباید لباسای چه میدونم اسکلت و دلغک و مترسک تن بچه هامون بکنیم، بچه هامون رو ببریم توی این مراسم شرکت بدیم. پس اگه سوال داشتین لطفاً بیاین، خوشحال میشم بیشتر راجبش با هم صحبت بکنیم و برکت خدا با همتون باشه. دوستتون دارم.